چند هفته اخیر به طور ناگهانی تغییر یافتن وضع هوا در حدود مملکت و بارشات زیاد برف سبب ترمه‌فرایی در راههای کوهسار گردید. از جمله چنین حادثه طبیعی فرآمدن ترمه در شهرهای دوشنبه، خوجند، چناک بیشتر تشویش رانندگان و مسافران سمت دوشنبه خوجند و خوجند دوشنبه را به وجود آورد. وابسته به برطرف کردن وضعیت به عمل آمده با دستور سپارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به راهبران وزارت و کمیته و ساختارهای دولتی سپارش داده شد تا هر چه زودتر حرکت در راههای کوهسار به منطقه‌های گوناگون کشور تامین کرده شود. از جمله در این سمت ستاد بین اداروی به خصوص از حساب کارمندان کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع شهروندی وزارت کارهای داخلی و دیگر ساختارها تأسیس داده شده شبانه روزی در موضع‌های خطرناکی که فرآمدن ترمه باعث قطع گردیدن حرکت واسطه‌های نقلیات گردیده بود فعالیت برده ایستادند. اینچنین تازه‌کنی راه، تامین سوزشواری و باقم و نمک، تامین نمودن موضع‌های یخبسته را شرکت سهامی ایرس به ذمه داشته راه‌ها از ترمه تازه کرده می‌شوند. بخصوص در منطقه کیلومتر 48 تا 84 دهه هوشیاری و میخوره ناحیه ورزاب که قبط غفصی ترمه نزدیک 50 متر را تشکیل می‌دهد، فعالیت با ثمر مسئولان را شبانه روزی طلب می‌کرد. در قطار فعالیت شبانه روزی ساختار و اداره‌های مربوطه، کارمندان وزارت کارهای داخلی، افت-ماشین‌های مخصوص خدمتی خدمات دولتی آتش نشانی وزارت کارهای داخلی، بخش‌های بازرسی دولتی اتومبیلی، افسران و سربازان قشون‌های داخلی سفربر گردیدند. از جمله از حساب وزارت کارهای داخلی تشکیل خیمه‌ها، 3 وقت خوراک گرم و دیگر شکل‌های خدمت رسانی برای مسافران و رانندگانی که در موضع‌های پاکسازی ترمه توقف کردند به طور رایگان خوراک و دیگر انواع غذایی دسترس بوده کمک‌های تکنیکی نیز رسانیده شده است. مورد ذکر است که در چند روزی که وضع هوا نامساعد بود، از حساب جزء تام‌های وزارت کارهای داخلی قوه‌های یاریدهنده در موضع‌های ترمه‌فرا برای کمک مسافران و رانندگان به راه مانده شده با کاربری شبانه روزی خود کارمندان وزارت کارهای داخلی توانستند به شهروندان حرکت معتدل واسطه‌های نقلیات را تأمین سازند. یادرس می‌سازیم که در نتیجه فعالیت ستاد دائم عمل کننده شبانه روزی خصوصا فعالیت کارمندان جزء تام‌های وزارت کارهای داخلی شهرهای دوشنبه، خوجند، چناک از ترمه تازه کرده شده حرکت واسطه‌های نقلیات پورا تأمین کرده شد.